داملو وقتمون هم تمام می شود و هم با یک دو جنبه است میکردید بهترین شب‌ها است، چون اینجا یک زن نوشته است که صاحب 4 فرزند است، اما شوهرم رو دعا کنید و نصیحت کنید که قمارباز است و اونقدر که میگویم که نکن کارت نباشد گفتو و با پدر و مادرت گفته تو را جواب میدهم گفت. یک کوتاه نصیحت کنید و دعا کنید جنبه است کنیم دیگر. الله تعالی تمام مردم گمراه به راه راست هدایت نخلال، خصوص شوهر این زنی که طلبی دعا کرده است الله هدایت کنه. دعا کنید تا در ماه رمضان، در آخر ماه رمضان و شبهای رمضان، شبهای دهه آخری رمضان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیارتر کوشش میکردن نسبتی 2 دهه اول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در عموم رمضان دیگر آدم بودن، بیشتر کوشش میکردن، لیکن در دهه آخر چنان اجتهاد میکردن که در 2 دهه اول همون اجتهاد دیده نمیشد. یعنی بسیار کوشش میکردن. این یک. دویمش برادرها، از گذشتگان ما صحابه ها مثلا تمیم داری در دهه آخر لباس قیمت میپوشید، یعنی 1000 درهمه، یعنی $2500 میشد. یا لباس داشتین 1000 درهم قیمت داشت، یعنی قریب $2500. هر شب همون میپوشیدن در شبایی که شب قدر امید کرده میشد. و نخعی، حضرت ابراهیم نخعی و بعضی صحابه ها، بزرگان از صحابه ها تابعین، هر شب قدر غسل میکردن، خوشبویی استفاده میکردن، لباس های تازه میپوشیدن. یعنی بعد نماز عصر تیاری میبینید، چون که شام الکی شب قدر اومد و همین که تا بامداده با عبادت میگذرانیدند. بنابراین برادرای عزیز کوشش کنید. ابن مسعود رضی الله عنه پرسیدند که ما نمیتونیم در دهه آخر شب زنده داری کرده. گفتن که اقعدت کن ذنوبکم، شما نه گناهاتان وزنینی کرده است، در بالاتان نشسته است که دیگر یعنی به نماز خسته نمیتونید تا اون. گفتن بنابراین برادر عزیز امروز فرصت است دعا کنید تا الله تعالی گناههای بخشد و برای شما موفقیت دهد که این 10 شبانه روز را غنیمت دانید. محروم آن آدمی که از شب قدر محروم شده است. شب قدر یک شب عبادت میکنید 83 سال و 4 ماه از این دیده بهتر است. تصور کنید اگر شما 10 سال شب قدر دریابید، گویا شما از 830 سال عبادت بهتر بسیارتر کردید. یعنی 10 سال که میتونید مردمی که در زمان حضرت آدم و نوح زندگی کردن از اونها در اجر و ثواب گذارید. در این دهه الله با قدر، با واسطه فرشته با قدر، قرآنی با قدر را با پیغمبری با قدر، با قلبشان، با قلب این از همه با قدرترین اعضاهای انسان، خاصتا از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله قلبشان چندین مراتبه گرفته شسته، با حکمت پر کرده شده، با آب زمزم شسته شدگی از قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله. نصیبه شیطان گران پرتافتگی است و همین قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله قرآن نازل شدگی است. و در ماه رمضان که ماهی با قدر است، شبی قدر که شبی با قدر است، کسی اگر این چیزها را قدر کند شخصی با قدر میشد. بنابراین کوشش کنید تا در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.